از پنجشیر استی ام یک منطقه را در منجور زیارت میگن، نیست که مفهوم زیارت در منجور چی است یا خبر نداری که ما براتون بگم؟ نمیفهمم. اولین شهدای بازارک پنجشیر پشتونا بودن که 12 نفر در یک گرد اول منجور دفن شدگی هستند. تکرار میکنم، اولین شهدای 1378 جنگ مسلمان ها علیه کمونیستا در رخه پنجشیر و در بازارک شهید شدن پشتونا بودن که به نام او وقت ما نام اصلیشان نمیتونم، بچه های خود بودیم اما کلانای گروپ به نام سارنوال و اولسوال میگفتن که در خود مسجد قریه ما اولسوال به شهادت رسیده که 12 نفر یک جا گور دست جمعی هستن. اینا پشتون نبودن. اولین خون پشتون در پنجشیر در دفاع از مردم تاجیک ریخته شده. در او وقت در فرهنگ اون مجاهدین، در فرهنگ احمد شاه مسعود، همون اسلامیت افغانیت بود. این نمونه پشتون در پنجشیر